برای ما مناسبه. خب الان می‌بینیم که خب این خیلی بزرگه با توجه به انگشتر. قسمت بعدی سایز هستش. من میتونم اینو کوچیکش کنم. خب من اینو کوچیکش کردم و اینجا خالی شد. حالا چیکار کنم؟ میام پایین‌تر یه گزینه‌ای داره به اسم تایل بیت مپ. تایل بیت مپ رو که بزنم میاد اینو برام تکرار میکنه. یعنی من اینو هر چقدر کوچیک کنم این خودش تکرار میکنه. بزرگش هم بکنم که قاعدتا مشکلی پیش نمیاد. یه گزینه دیگه هم داره برای دیگری یا درجه. شما میتونید مثلا اینو بچرخونید. مثلا من 90 درجه میچرخونم یا اینکه حالا برش میگردونم رو همون سه. بعد از اینکه با توجه به طرحتون و بافتی که دارید و نیازی که دارید سایزش رو درست کردید، میتونید برید توی قسمت افکت یه بار دیگه روی اون رزولوشن عکس کار بکنید و بلر اماونت رو داره که یه مقدار مات میکنه. مقدار ماتی بیشتر میتونید بگیرید با زدن گزینه های، مدیوم یا لو. من اینو میذارمش روی های.